سلام. یه سس فوق‌العاده خوشمزه برای همبرگرها و چیکن برگرها دارم که عالیه عالی. فقط کافیه موادشو داشته باشین و میکس کنید. همین. سس مایونز داره، سس باربیکیو داره، سس خردل و سس گوجه که حالا اگه فلفلی باشه خوشمزه تر میشه و پیاز قرمز خیلی خیلی خوشمزه ترش میکنه. یکم ریحون، مقداراشو تو کپشن مینویسم براتون، خیارشور و سیر. همه اینا رو داخل میکسر یه میکس خوب میکنیم. میریزم داخل میکسر. ریحون، سس گوجه و سس باربیکیو، سس خردل و سس مایونز. خیارشور، سیر، پیاز قرمز و تمام. فقط کافیه دیگه میکس بشه. رنگش رو ببینید چقدر خوشگله. یه سبز فوق‌العاده خوش رنگ و خوشمزگیش هم که ایشالله میخورید، نوش جان میکنید و متوجه میشید. بریزین روی چیکن برگرها و همبرگرها و نوش جان کنید. میتونین پنیر پارمزان هم روش بریزید دیگه، حالا خیلی چرب و چیلی میشه دیگه. من نریختم دیگه. نوش جانتون.